برو. درود دوستان، امروز یه حرکت جالب داریم براتون اجرا کنیم. خب حرکت اول، ببینید دوستان، دستتون رو مشت قرار ندید، دستتون رو کیپ کنین که حریف بدونه واقعا گل از اینجا پایین نمیاد که بتونین بهش رکب بدین. ببینید دفعه اول و دوم سعی کنین رد نکنین، دفعه سوم گل بذار رد بشه، خیلی قشنگ نمایش بدین. دفعه سوم خیلی قشنگ بیاین جلو، خیلی جالبه این حرکت.